در درس امروزی ما و شما انشاءالله سورة الاخلاص را میخوانیم، چون که بعد از نماز چند یک سورت 3 4 5 سوره را که اغلبا مسلمان او را در نماز میخوانه، حتی در کابل خوب او سوره های نماز گفته میشه. همینطور است نه یک اصطلاح سوره های نماز، اگرچه اصطلاحی چی نیست، کل قرآن در نماز خوی یک نوع به تخصیص شده به علت ای که یا آسان است یا کوتاه است یا چی هست. از او جمله یک سوره مبارکه که به کثرت تلاوت میشه در نماز و سورة الاخلاص است، و فقط در نماز نه، در عموما محافل در ختمها اگر دیگه سوره ها یک بار تلاوت میشه، سوره اخلاص 3 بار تلاوت میشه. پس معنی و مفهومی سوره مبارکه و به ما و شما چی پیام ها داره ایره با هم شریک میسازیم انشاءالله. و در لابلای ما و افعالی که یاد میگیریم 16 کلمه جدید را یاد میگیریم که در قرآن کریم تقریبا از 19 بار بیشتر استعمال شده. و گرامر ما و شما داریم امروز 2 قالب دیگه که ضربه و سمعه میکنیم، اینجا یک نوشته شده خو 2 و در آخر نکات تربیتی هست که با هم انشاءالله او را شریک میسازیم. پس قبل از همه این سوره را میشنویم تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یک کسی این گروپ این سوره بخوانه، شما بخوانید. بله انتخابی چی میشه؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. در این گروپ شما بخوانید. یعنی در این سوره و در تلاوت هم بعضی چی هست که ما شما ایره صحیح یاد بگیریم و با امو قسم صحیح تعلیم بدیم. یک خود دال هایی که با اختتام هر آیت میاد او قلقله میشه. احد احد الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ای کفوا نیست، کفوا. ولم یکن له نیست، بعضی مردم میرا میخوانه ولم یکن له، له را له میخوانه. فهمیدین این اشتباه هست. یک بار همراه ما بخوانین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد أحد الله الصمد. صاد رفر بخواني سين نخوان. الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. أحد. جزاكم الله خير. تعارف مختصری سوره مبارکه. این سوره مبارکه از جمله سوره هایی هست که در ابتدای دور مکی نازل شده. چند سوره از این پیش نازل شده بود و یک سوره نهایتا مهم با ارزش و دارای فضائل هست. پس ما و شما ظاهر مختصری سوره را نبینیم که 4 آیت هست. اصلا اهمیتی سوره و مقام والایی که ایرا در نظر داشته باشیم. پس بعد از تعارف که سوره انشاءالله به ما و شما معرفی میشه و معنی و مفهوم ایرا میخوانیم، بعد از این سوره مبارکه را ما در نماز به خاطر نخوانیم که مختصر است، بلکه بنیت اهمیت و ارزشش ایرا بخوانیم. جایگاهی که این سوره مبارکه داره او را در نظر گرفته ایرا بخوانیم. یعنی عموما چیزی که رواج هست ای به این خاطر خوانده میشه که مختصر است، ای رواج. لیکن ای که معمول شده در نماز امیطور از بزرگای امت آمده به خاطر اهمیتش بوده. در ختمانه ها که من بعدی را میخوانیم ای را فهمیده بخوانیم. و قاری صاحبایی که اینجا تشریف داره و ختمانه میخوانه از مردم اجازه بگیره به 5 دقیقه که ختمانه را میخوانیم، 5 دقیقه می سوره مبارکه را ما به شما معرفی میکنیم. فهمیدین که به او یک فایده مرتب شود. او 2 پیزه خو هیچ جای نمیره، او خو آمده که بخوریم. حلوا 2 پیزه پراٹا شیر او نمیره، او آمده. فهمیدی؟ لیکن اگر این مفهومم بیان شود چقدر خوب. 50 60 70 تا 100 نفر در یک ختم شریک میشه کم و بیش. فهمیدین؟ عزیزان گرامی، نامی سوره مبارکه الاخلاص است، سوره الاخلاص. و علما می فرمایا که اگر این سوره مبارکه را یک مسلمان فهمیده بخوانه، دانسته بخوانه که ما چی میخوانیم، نتیجه ای میشه که معتقد و فکر او خالص میشه. اما خلوصی که مطلوب است او پیدا میشه. او چیزی که اساس کار هست، چیزی که اساس تمام کارها هست. یک موضوع دوم این است عزیزان گرامی که ما و شما باید این را بفهمیم که هر آیه کریمه اگر آغاز سوره باشه یا در وسط سوره باشه با قل اگر آغاز شوه، قل این معنا را داره که یک موضوع اونجا جریان داشت، یک موضوع بین مردم مطرح بود، مناقشه می شد بین مردم، او زمزمه می شد. پس در او وقت به حبیب صلی الله علیه و سلم آیات نازل شده که این مورد ای را بگوین. قل در این مورد شما ای را بفرمایین، ای را بگوین. فهمیدین؟ موضوعی که اینجا مطرح بود قل، با قل شروع شده، اصلا ای بود که نبی مهربان صلی الله علیه و آله و سلم مسلسل به طرف الله رب العالمین، به طرف اله واحد مردم را فرا میخواند
و او مردم هم از لحاظ تدین متدین بودن، لیکن دینشان، تدینشان و فکر و عقیدهشان مشرکانه بود. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفتن که به خدایی که تو مرا میخوانی او چی هست؟ خدایان ما خو که هست، یا به اساس ای است که یک قوم و قبیله کسی کلان مانده، باز اولادایشان او که مرده، باز اولادایشان ما او را من حیث اله گرفتیم. و گاه اینطور میشد که ما برای خود بتها را جور میکنیم و او بتها کارای ما را میکنن. به هر کار ما یک بت داریم. و باز اون رواجی بود در امو اجتماع مشرکانه. کسی که سرمایه‌دار بود اونها بتهای طلایی را به خود جور میکرد، سرمایه‌دار بودن. کسی که از او چی بود، باز نقره‌ای و به امی قسم تا چوبی و باز در چوبه هم چی بود، اعلا و ادنا بود، گیلی و به امی قسم، و او را به دست خود جور میکردن و باز به اونا عبادت میکردن. حتی یعنی مردم بتهای خرمایی را جور میکرد از خرما. یک صحابی که بعد مسلمان شده او قصه خود را میکنه و میگوید که هر وقتی حادثه که به یاد ما میآید خنده مرا میگیره که ما چقدر دیوانه بودیم. میگه یک خدای به خود جور کردیم، یک خدا برای خود جور کردیم و در سفر میرفتیم خدای خرمایی از خرما جور کردیم و میگوید که همون زاد راه را که به خود گرفته بودیم کم شد، دیگه چاره نبود، دست خدای خود را خوردیم. میگه با او گزاره کردیم تا یک وقت شد باز به امو آبادی نرسیدیم، پایش خوردیم. خب سرش میگه تا اخیر ماندیم، بالاخره مجبور شدیم کل خدای خود را خوردیم. یعنی قسم خدا بود. جور میکردن چوبی یا گلی، میامدن این قسم استاد میشدن. صاحب به سفر شام برویم، کم استاد می بود، باز میگو که برو، با خودش میگو، او خود گپ نمیزه. فهمید؟ یا میگفت که نه سفر خوب نه. یعنی قسم کار بود. و این خدایان را امیطور اونا بس رسول الله صلی الله علیه و سلم که حقیقت اله را مطرح کرد، از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا پرسان کردن که انصب لنا ربک، خدای خود را به ما نسبش بیان کو. این یک سلسله خدایان ما خوی نسبش است. نسب خدای تو چی هست؟ گاه می گفتن که این خدای تو که هست به خدایی که ما را فرا میخوانی این چوبی جور شده، این طلایی است، چون که اونا امی چیز را برشان اموش چی بود، یعنی شناخته بود. از چی جور شده؟ معدنش چی هست؟ خدای تو از چی جور شده؟ فهمیدین؟ چون که اونا به امی تصور الوهیت امی بود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از اله واحد صحبت می فرمود، اینا می گفتن 360 اینجا ماندیم، این کارای ما را کردن نمیتانه، این قدر کارای ما خراب است، تو یک چطوری کار کردن میتانه. یعنی موضوع بحث بود، موضوع مطرح بود در خانه، در حرم. این شخص آمده و با اله واحد مرا میخوانه و ما از این پرسان میکنیم که نسب خدای تا به ما بیان کو، از چی جور شد او را به ما بیان کو. فهمیدین؟ پس این سوره مبارکه در جواب این سوالات و این پرسش ها نازل شده. عزیزان گرامی یک نقطه را متوجه باشین، اگر ما این پس منظر را در نظر نگیریم این سوره را نمیفهمیم. اونجا چی روان بود، چی کارا بود، خود در امی حالت آمد جبریل امین علیه السلام
بقلب اطهر نبی مهربان صلی الله علیه وسلم آیات نازل کرد که ای حبیب قل در امین ماجرا شما بگوین به مردم قل هو الله احد. تفصیلی اومیه که شما تصور الهی که شما دارین این کاملا مختلف است در تصوری که ما آوردیم. الله هو الله، او الله است، او ذاتی هست که حی و قیوم هست، واجب الوجود است، به کسی نیاز ضرورت نداره که به پدر و اولاد ضرورت داشته باشه. این که شما میگوین هو الله است احد. تفصیلی میآید. عزیزان گرامی در تعارف این سوره مبارکه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره فرموده که این برابر 3مین حصه قرآن است. ابو الدرداء رضی الله عنه بیان میکنه که یک بار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که در میان شما کسی هست که هر شب 1/3 قرآن را تلاوت کنه. صحابه کرام مثل ما با عجله تلاوت نمی کردن. گفتن که یا رسول الله کی باشه که یک 10 سپاره را تلاوت کنه؟ جنابشان فرمود که قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله احد را که بخوانی این معادل 10 جزء است، یعنی 1/3 قرآن است. عزیزان گرامی سوره عادی نیست، فلهذا قلت آیات و جملاتی را نبینین، اهمیتی سورت را ببینین. در نماز کلمه خوانیم با اساس اهمیتی این سوره ای را بخوانیم. این سوره مبارکه به 2 سوره دیگه که بعد از این است، سوره الفلق و سوره الناس. سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و طریقه مبارکش ای بود که بعد از نماز شام و بعد از نماز صبح ای را 3 بار میخوان، 3 بار میخوان. و در نمازهای دیگه، یعنی 3 نماز دیگه که است، ای هر سوره را یک بار تلاوت میفرمود. این سنت است. فهمیدی؟ اگر کسی میخوانده خب با امی ثابت بمانه، اگر کسی نمیخوانه از امی امروزی ورد را شروع کنه. بعد از نماز شام مغرب این سوره الفلق و سوره الناس چند بار؟ 3 بار. و در نماز صبح فجر هم و در دیگه نمازا یک بار. و از در حدیث شریف آمده که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به بستر خواب تشریف میبرد خودشان به دست مبارک این 3 سوره را 3 بار تلاوت میکرد و باز به دست خود چف میکرد به کام ریق و باز به تمام بدن خود ایرا مسح میکرد، میمالید. اگر گاهی مریض می بود و این کار را نمی توانست، ام المؤمنین یا یکی از امهات المؤمنین این کار را می کرد برشان. فهمید؟ این یک سنت است و این در حقیقت معوذات هست، یعنی او وسائلی که ما به وسیله اینها پناه می خواهیم، در پناه الله رب العالمین قرار می گیریم. معوذات یعنی مرا پناه می دهند، سوره های پناه دهنده، یا معوذات سوره هایی که توسط اونها پناه گرفته میشه. برادر عزیز محترم، سوره الاخلاص مختصر ما شما معرفی گرفتیم، علی ترجمه و مفاهیمی و انشاءالله با هم شریک می سازیم. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. قل معنی بگو، یعنی تو بگو، مخاطب هست و این امر انشاءالله باز می آیا
او را ما شما باز یک سیستم یاد میگیریم. این در قرآن کریم از 300 بار بیشتر آمده. قل اینجا که این را یاد گرفتی که به معنیش است که بگو، در هر جای امی معنی ده. قل هو را خما شما خوانده بودیم چی معنی؟ او. و اشارهش چه قسم است؟ و ای هم و ای نه کنیس ای انتها و کو کم و هو و هم یو خو ضمایر متصل است، امی این منفصل هست، یعنی جدا هست، نه با فعل یک جا هست نه با اسم. قال او گفت، قالو انها گفتن، و قل تو بگو. یعنی قال از 500 بار بیشتر آمده با این قسم، یعنی یک جایی که ما شما ایرایات بگیریم در این قدر جای او را امو معنا داره. هو را ما شما خواندیم الله لفظ الجلاله، در این مورد ما شما صحبت کردیم. احد یکتا، یک و یکتا. احد به این معنا و مفهوم فقط برای الله رب العالمین استفاده شده در قرآن کریم. احد واحد هم استعمال شده، لیکن اینجا احد استفاده شده. قل هو الله احد. این مردم خو میگویند که خدای شما از چی جور شده؟ فلزی است یا چوبی هست؟ نسبی چی هست؟ در جواب به اونا بگوین که هو الله است، او الله است. این چیزایی که شما دارین، تصوری که شما از اله دارین، او اله ما که با شما را دعوت میدهیم او را به این الهه تان قیاس نکنین. هو الله، او نه چوبی است نه فلزی است نه نسب داره. هو الله احد یکتا هست. اگر شما خدایان چوبی جور میکنین خو بسیار زیاد است، یک کلان است، یک خرد است، یک از یک چوب جور شده و یک. اگر شما به حساب نسب خدایان را چی دارین، خو خاندان هایی که دعوی الوهیت را داشتن زیاد بودن. احد او یکتا هست. بسم الله. احد او در ذات خود یکتا هست، یعنی در ذات او هیچ کس و هیچ چیز شریک نیست. در ذات خود که یکتا هست معنیش است که نه اصول داره پدر و مادر، نه فروع داره، نه اطراف داره. احد در ذات خود یکتا هست، یعنی اصلا جوابی و سوالات است که اونجا مطرح بودی، سوالات مناقشه روان بود. حتی قبایل خدایان جداگانه را داشت، حتی بعضی از فامیل های کلان خدایان جداگانه را داشت. او یکتا هست در ذات یکتا هست. در صفات خود یکتا هست، یعنی با الهی که ما شما را دعوت میدهیم احد در صفات خود، یعنی مانند صفات او هیچ کس و هیچ چیز نداره. یعنی به طور مثال این الهه شما خوشورم نمیخوره از جای خود، بلکه مخدوم هستند. اگر خدمت شما به اینا نباشه این بوسیده میشه، از بین میره. و هم لهم جند محضرون. این الهه ابتدای آیت چطور است؟ واتخذوا امی آیات ابتدایش واتخذوا من دون الله آلهة نہیں وهم لهم جند محضرون. از پیش چی است؟ آری صاحبا کجا رفتن؟ وہ دیگه جای است.
وهم لهم جند محضرون کی بعدش بیاید. خب از این پیش در مورد آلهه است که شما آلهه که به خود گرفتن او آلهه قسمی است که این مشرکین در خدمتشان مانند لشکر حاضر باش استاد هستند. اگر لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، با کمک شما خو اصلا رسیدگی کردن نمیتونه، بلکه اینا محتاج هستند که لشکر حاضر باش به خدمتشان باشه که او را صفایی بکنه، اگر میفته او را استاد کنه و شمع اونجا روشن کنه اگر تاریک است. و هم لهم جند، میگه پیر نمیپره مریده او را میپرانه. ای آلهه ای نام قسم بود. اگر ای کسایی که به او معتقد بودن اصلا ای خود چوب بود، سنگ بود. فهمیدین؟ ای گپ است. لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. به نصرت اونا کی رسیده میتونه؟ و خودشان محتاج هستند و اینا حاضر باش لشکر هستند در خدمتشان. و من جاور که است به او مهم نیست که به او شکرانه مهمه، شکرانه. فهمیدی؟ و من جاور دیگه ای چیز مهم نیست. این موضوع هست. ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ای اله ما که هست و محتاج نیست که حتی به عبادت شما محتاج نیست. صفتی او را که میکنی ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن كفر فان الله غني عن العالمين. پس اله ما در صفات یکتا هست، بدون از او هیچ کس غیب را نمیدانه، هیچ کس کسی را زندگی داده نمیتونه، هیچ کس کسی را میرانده نمیتونه. و اله ما علیم و خبیر هست، سمیع و بصیر هست، هر لحظه مراقبت میکنه. پس در صفات خود و اله ما احد، فهمیدین؟ یکتا هست. در حقوق یکتا هست. در حقوق یہ عبادت حق او است. یہ سر که ما خم میکنیم فقط پیشگاه او خم میکنیم، این دیگه جای باید خم نشوه. یہ قربانی که ما به نام کسی میتیم فقط نام مبارکی او است. این فداکاری های که ما میشه فقط نام مبارکی او هست، منامی او هست. و تمام مراسم عبودیت و پرستش حقی کی هست؟ پس دو یکتا هست. دو کسی و چیزی دو به او شریک نیست. و در اختیارات خود یکتا هست. در چی؟ قانون گذاری حق او است که به کسی قانون میتا، تشریع حق او است. ثم برسول الله صلی الله علیه و ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. شارع او است. هیچ کس ترامپ میگه که ما نیو ورلد آرڈر ماتیم. تو کی هستی که به دنیا تو نیو ورلد آرڈر میتی؟ او را خو خالق باید بتا، کسی که این عالم ملکیتی او هست. و جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرموده بود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. او خود زمین مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم را قبضه کرده. اگر جو بایدن است و اگر این نریندra مودی است و اگر پینگ پانگ است همی چینایی هر کسی که از این خو مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم را قابض شدن. این زمین به خاطر چی آباد شوه؟ به خاطر اقامه شریعت الله. فهمیدن؟ فلهذا در اختیارات و یکتا هست. کسی اختیار تحلیل و تحریم به دست کسی نیست. اختیار حلال و حرام کار او هست. نظام باید او بتا.
فلهذا ما به شما گفتیم عزیزان گرامی که توحید را ما و شما باید مکمل بیان کنیم. وی 4 نقطه خامخا بیان کنیم. در ذات خود یکتا هست، در صفات خود، در حقوق، در اختیارات. این را فراموش نکنیم. بعضی مردم این توحید را ناقص بیان میکنن و بس کل توحیدش در اطراف مرده میچرخه، به زنده هیچ پیغام نیست. این توحید، این عقیده زنده هست. فهمیدین؟ و به امی خاطر است چون میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. کسی که را درک نمیکنه که کشمکش به چی خاطر است و اصلا توحید را نشناخته، اصلا توحید را نشناخته. فهمیدین؟ فلهذا هو الله احد، در ذات خود یکتاست. شما که میگوین که نسب ای را به ما بیان کن، نسب نداره. نسب خو کسایی داره که او تسلسل داره، تناسل و توالد داره. فهمیدین؟ قل هو الله احد. عزیزان گرامی، ما در اینجا یک چیز خدمت شما بگویم که ما مسلمان باید دعوت الى الله، دعوت الى الاسلام را به امی قسم بیان کنیم، مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور بود که قل، ای حبیب تو به مردم بگوی. قسمی که شاید هست و باید از امو قسمی پیام را برسانیم، به منهج الرسول پیام را برسانیم. و در منهج الرسول عزیزان گرامی 2 نقطه در دعوت الى الله، خاصتا که او دعوت بین مسلمانان باشه، این 2 نقطه را باید داشته باشه. یک دلسوزی. چی؟ دلسوزی دکتر و حکیم که به او مریض شما دلسوزی داشته باشین، نه که مریض را بکشین، مرضش از بین ببرین. فهمیدین؟ فلهذا این معنی را داره که تاپ زدن در بین مسلمانان ای اصلا نیست که تو کافر هستی، تو مشرک هستی، تو فلان هستی، برای تو. او اگر مشکل داره او را جور کو، زیرا که اساس داره لا اله الا الله محمد رسول الله را خوانده. اگر نمیفهمه او را بفهمانی، او را میکشی، او را بفهمانی. دوم حوصله‌مندی دهقان. دلسوزی دکتر، امو دکترای چی را نمیگویم، امی که بری فیسکی دکانه را باز کرده. میگه یک دکتر صاحب بود، مادرش مریض بود و امو نمره که نوشته میکنه. او برش گفت که صاحب مادرت آمده، برش گفت که از این فیس بگیر باز عادت ما خراب میشه، از این فیس بگیر باز عادت ما خراب میشه. با دکتر این مهم نیست، به بعض دکتر او مهم است که فیس را جمع کنه. لیکن دکتر حقیقی به شما میگویم او دلسوزی به این داره که چه قسمی مریض از مرض نجات پیدا کنه. و دوم حوصله‌مندی دهقان. این طور نیست که امروز تخم را پاش کردی و فردا بگوی که را درو بکنی. دکتر چقدر حوصله‌مندی داره؟ عفوا دهقان در این کابل و اطرافش خو گندم که میبره اشنو مره میگیره، او منتظر است کود میتا و آب میتا چی میکنه. لیکن و اگری طور بگوی که یا الا الذین شوا یا الا الذین شوا، بس یک طرف شوا. و برادر این منهج الرسول نیست. او 13 سال مسلسل یعنی را نمیتوانست که یک چند خبیثه را ترور کنه از بین ببره. میتوانست نی خو یک چند چی خوی. و خصوصا بعد از اسلام عمر و حمزه رضی الله عنهما. خو منهج الرسول یک چیز دیگری است. اینجا یک دو کلمه گپ میزنه، باز میگه وما علینا الا البلاغ المبین، بس ما رسانده. وما علینا الا البلاغ المبین نوح علیه السلام بعد از چند سال گفته؟ 950 سال گفته. فهمیدین؟ فلهذا حوصله‌مندی دهقان و صبر دهقان و دلسوزی دکتر. فهمیدین؟ قل هو الله احد. قل در این قل به ما و شما این پیغام است و این را باید ما و شما درک کنیم.
امراضی که در جامعه هست او معالجه شوه باید. اینطور نشوه که فلان اینطور میکنه حکمش چی است. ما اون روز به شما گفتیم با استاد محمد الغزالی صاحب یک کسی آمده گفت که ولی امسایه ما نماز نمیخوانه حکمش چی هست. او منتظر بود که این کدام مولای است که مولا جنگی را یاد داره که آلی بگوید که بس کافر است دیگه. برش گفت عزیزم حکمش است که از دست او را بگیره به مسجد ببر. دست او را بگیری او را به مسجد ببر. این حکمش است. فهمیده؟ و این یکی از فتنه های بزرگی این زمانه شده که فتوا زیاد شده، مفتی زیاد شده. مفتی های فیسبوکی برآمده فتوا میده. فتوا یک مقام بسیار چی هست و باز در تکفیر و در تفسیق دی فتوا میتن برده. فهمیدین؟ قل هو الله احد الله الصمد. الصمد چی معنی؟ بینیاز. بینیاز چی معنی؟ بینیاز شما ایره میبینین که کل این مخلوقات به او محتاج است، نیازمند است، لیکن از او طرف به هیچ کس او نیاز و ضرورت نداره. حتی به عبادت ما شما نیاز نداره. و حدیث قدسی و روز در خدمت شما ما گفتیم که اگر على اطهر رجل قلب واحد شو ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. پاچه او روان است. فهمیدین؟ اگر بدترین مخلوق شوی کل جن و انس پاچه در پاچه او کمی نمی آید. این خب ما و شما هستیم که منتظر یک نتیجه می باشیم. الله الصمد ازان گرامی به این معنی که الله رب العالمین به هیچ کس و به هیچ چیز نیاز نداره. یعنی چون که او ضعف به او راه نداره. فهمیدی؟ ناتوانی به او راه نداره که او ضعیف شوه و به کسی ضرورت داشته باشه. فهمیدین؟ فلهذا ما و شما این را باید ببینیم که الله الصمد او خوب بینیاز هست لیکن تمام مخلوقات به او نیاز داره. همین حاله که ما و شما ششتیم اگر یک دقیقه می اکسیژن را قطع کنه و فیصله کنه که از همین تالار داخل اکسیژن بند بس کسی زنده برای از اینجا نیاز داریم. ما و شما یک بار امر بکنه که یک زلزله و زلزله قسمی که چپه شود بس کسی زنده برای شما تخم را پاش میکنین و او فیصله شود که یک دانم چی نشود بس ببینید گندم از کجا می آید. فهمیده؟ انسان باید حد خود را بشناسه. بنده منده. فهمیده؟ و فقط بنده انسان نی کل مخلوقات بنده هست، عبد است. اینا الله رب العالمین احتیاج داره. عزیزان گرامی ما و شما وقتی که الله الصمد را میخوانیم در نماز بر علاوه و مفاهیم این در ذهن ما بیاید که پروردگار مهربان تا به حال ما را رحمت فرموده، نوازش فرموده، ضروریات ما را پورا فرموده. انشاءالله از این بعد هم ضروریات ما را پورا میکنه. و در هر نمازی که سوره اخلاص را میخوانیم باید این رابطه رب و مربوب همیشه قائم باشه و مسلمان مؤمن همیشه ای را احساس بکنه. اگر این احساس داشت باز از حد خود تجاوز نمیکنه. لیکن این احساس اگر مرد گاه انسان از خود رب جور میکنه، میگه ما روزی رسان هستی تو چی کاره؟ گاه بعضی پدرها فکر میکنه که ولی اگر ما نبودیم یک کل میموره، تو خودش میخوری، تو چی کاره؟ تو را خو الله رب العالمین مزدور مقرر کرده به اولادت که کار بکو و اینا را چی کو. گاه مغز بعضی از کلانا خراب میشه که ولی ما رازق هستیم، تو چی کاره؟ اگر معاش ما نباشه نه این مردم میمر، هیچ نمیمر. رزاق او است. ان الله هو الرزاق، هو رزاق است. پس هر کس در هر موقعیت که هست این حیثیت خود را باید بفهمه و بشناسه. الله الصمد
فلهذا اونا میگفتن، یک سوال از اونا این میکردن که اونا خو امو آلهه خود را جور میکردن، ترمیم میکردن، مثل که امی سکه این دوها که میکنن. هر سال خدای خدا اونجا کنه را میندازن، نو را از دکان میخرن. اونا سوال میکردن که خو این خدای تو که این قدر چی است، ضروریات او را کی پورا میکنه؟ این بوتای ما خو ما او را پالش میکنیم، پاک میکنیم، فهمیدی؟ این کارای او را کی میکنه؟ الله الصمد. این آیت برش گفت که شما او اله را به این الهه قیاس نکنین. الله الصمد، این تمام مخلوق بو محتاج است. اونا خو بامی قسم عادت شده بودن که بود تجارت ما را جور میکنه و ای که هست امراض ما را شفا میده و ای دیگه که هستی در امی کاروبار ما و در امی چی و ای کارا را میکنه. امی قسم ازو یعنی او را قیاس میکردن. آیت نازل شد که الله الصمد، فهمیدین؟ لم یلد ولم یولد. لم ترجمه لم نه و ای برای نفی در ماضی استفاده میشه. لم یلد در انگلیسی که ما شما did not میگویم، یک do not است، یک did not. لم یلد، لم یلد یعنی نزاده اسو. لم یلد اونا چون که از نسب پرسان کرده بود، آیات نازل شد که او هیچ کسی را نزاده. نسب خو سوال نسب خو وقت پیدا میشه که در اونجا چی باشه؟ بله توالد باشه. ولم یولد، ولم یعنی ولم یولد و نه او زاده شده. و میبینید لم نه یلد زاد یعنی نه زاده او. ولم یولد از زیاد کلمات در زبان ما و شما اس والد و والده و والدین و مولود کلش از امی است. لم یلد ولم یولد و نه او زاده شده. فلهذا یعنی به این معنی که نه او اصول داره که از کسی او زاده شده باش، چون که اونا گفتن انصب لنا ربک، نسبی را برای ما بیان کن. پس آیات آمد که لم یلد ولم یولد، نه او کسی را زاده و نه او زاده شده است. ولم یولد. پس این جوابی این آیت را ام وقت انسان میفهمه که او پس منظر در ذهنش باشه. این طور نمیفهمه که فقط 4 قل را بخوانیم. 4 قل خو بخوانیم خو چی معنی داره؟ ختمانه را بخوانیم، ختمانه بالکل بخوان، زیاد ثواب داره. خو معنیش خو اول بفهم که چی معنی داره و چی پیام داره. برادر عزیز و محترم، چون که اونا آلهه و معبودان باطله را به او آشنا بودن و امو قسم اله واحد را قیاس میکرد. پس اینجا آمده که او نه کسی را زاده و نازاده شده. اصلا اولاد ضرورت انسان است. ضرورت انسان به این است که وقتی که انسان مانده میشه، پیرانه سال میشه، این اولاد برش جای چی هست؟ به اصطلاح راحت است. وقتی که ضعیف میشه، این اولاد برای پدر و مادر عصا هست، عصا چوب است. فهمیدین؟ وقتی که اینا ناتوان میشه، کل مسئولیت و مکلفیت به دوش اولاد است. و هر پدر و مادر این توقع را داره و هر خانواده که نام نیک اونها چی پیدا کنه؟ تسلسل پیدا کنه، ادامه پیدا کنه و این اولاد ما وسیله نیکنامی و به اصطلاح تسلسل یک نیکنامی میشه. لیکن این خود ضرورت بشری هست. شما چطور میگوین که انصب لنا ربک؟ او خود ذات هست که
حی قیوم هست، الصمد هست، محی و ممیت هست. او ذاتی است که رب است، رب العالمین هست. فلهذا نه به پدر و مادر ضرورت داره و نه به اولاد ضرورت داره و نه به قرابتا ضرورت داره. لم یلد ولم یولد. و این قیاس مع الفارق است که مخلوق را انسان به خالق قیاس بکنه. و مشکل مشرکین امی بود. مشکل او وقت مشرکین امی بود. و مشکل نصارا که هست ای خود دیوانه هستن. این نصرانی ها که هست اونا خو ای را نمیفهمه. از کدام مولایش که پرسان کنی اونا میگوید، اونا چی میگوین؟ میگوین که 3 در 1 است و 1 در 3 هست. ای را اونا میگوید اقانیم 3. بعض از او که پرسان بکنی که 3 در 1 چطور است و 1 در 3 چطور است، میگه اولا ای را مام نمیفهمیم، خو مولاهای ما ای طور میگوید. اینا خو بلکل عیسی را ابن الله میگوید، ابن الله والعیاذ بالله. ما و شما مسلمانان مکلفیت داریم که اینا را باید بفهمیم که لم یلد ولم یولد. عیسی ابن مریم هست، عبد الله و رسول الله است. در ذات الله رب العالمین چی نداره، شراکت نداره. لم یلد ولم یولد. این مکلفیتی مسلمان هست. 2 میلیارد مسلمان که همی طور میگرده بروی زمین، به 2 پای میگرده، خو به 2 میلیارد راه مختلف روان است. از جنگای داخلی خود اینا بیغم شو باز اونجا براون. این امت خو بری اونا برپا شده بود. اصلا کنتم خیر اخرجت للناس، به دیگرها برپا شده بود این امت. ای که بین خود مصروف است و بس یک پشت دیگر گرفته که او را چپک و او را چپک و به او یک معامله جور کو، به یک. این بسیار خرد شده این امت. این قدر خرد نبود. فهمیدین؟ امی عباسی هم هارون الرشید ابرها را خطاب میکرد، شرقی او غربی فان خراجک تأتینی. امروز در کتاب میخواندم این معتصم بالله یک شخصیتی با جرأت تیر شده. کسی به او از رومی ها به او یک نامه روان کرده که او را تهدید کرده. این برش گفته که ما به تو جواب نمیتیم که به وش بشنوی، جواب میتیم که تو را ببینی. فهمیدی؟ از شنیدن گپ جور نمیشه. تمام مسلمانان جمع میشه، میگه یهودی غاصبین را بسیار به الفاظ شدید مذمت کردن، تقبیح کردن. از این تقبیح چی جور میشه؟ چی جور میشه؟ این امت خرد شده روان است. و چی را خرد شده روان است؟ از کتاب الله دور شده روان است. از کتاب الله دور شده، به این خاطر خرد شده و ضعیف شده. خب برادرای عزیز محترم، بعد از این الله رب العالمین فرموده ولم یکن له کفوا احد. و را ترجمه کنین. لم نه کان یکون شدن. بله. ولم یکن یعنی نمی باشد، شدن است نی، یکونو هست. له چی معنی؟ وی چی بود؟ وی چی بود؟ وی لکم. له و نیست و نمی باشد له برای او کفوا همتا، هم مثل، هم مانند کفوا. امی دیگه این چیز خود در امی نکاح خود میشنوین نه که باید دختر و پسر چی باشه؟ کف باشه. کف یک دیگه یعنی برابر باشه از لحاظ حیثیت اجتماعی و خانواده و این کل چیزا. به این خاطر که بعضی بر موافقت بیشتر که هستی یک چیز لازمی هست. ولم یکن له کفوا احد. احد هیچ کس.
و هیچ چیز برای او هیچ کس هم مانند نیست، مثل نیست. فهمیدین عزیزان گرامی؟ در چی مثل نیست؟ یعنی الله رب العالمین ما به شما گفتیم که وحدانیت او در ذات، در صفات، در حقوق، در اختیارات. پس مادامی که به او مثل نیست، لیس کمثله شیء، پس هیچ کس و هیچ چیز نه در ذات او شراکت داره، نه در صفات او، نه در حقوق او و نه در اختیارات او. ولم یکن له کفوا احد. عزیزان گرامی، این سوره مبارکه را باید به تمام شوق و رغبت بار بار بخوانیم. امی سوره مبارکه یک خو شما در اول گفتیم که این ثلث القرآن هست. فهمیدی؟ بالکل امیطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده ثلث القرآن است، یعنی 3 بار اگر خواندی ثواب یک ختم است. به ما شما باور داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم امیطور فرموده. یک صحابی عادتش ای بود که هر رکعت را که میخواند، امام بود، امام همراه سوره دیگری سوره را زمینه میکرد، سوره دیگر که خلاص میشد ایرم میخواند. در یک روایت می آید که مقتدیه او به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایرا بردن که ای طور کار میکنه و در این چی است که خودش به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایرا پورا داده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از او پرسان کرد که کار چرا میکنی؟ و صحابی فرمود که ما این سوره را دوست دارم، احبها، این سوره را دوست دارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود حبک ایاها ادخلک الجنه، و در یک روایت آمده یدخلک الجنه، محبت تو به این سوره تو را به جنت داخل کرد یا داخل میکنه. یعنی عزیزان گرامی این موضوع عادی نیست. فلهذا سوره را ما و شما در نماز به خاطر اختصاری را نخوانیم، به خاطر بخوانیم که بسیار عظیم هست، به جنت میرسانه و بهشت میرسانه. حبک ایاها ادخلک الجنه. عزیزان گرامی، محبت به این سوره چگونه به وجود می آید؟ یعنی ما شما عادتا یک عادت ما شما داریم که عموما انسان یک عادت داره، کسی که اول معرفی میشه به خاطر که خود را کمی چی نشان بده، کمی بزرگ که بچه کاکای ما جنرال است وزارت دفاع، اما مامای ما که هست تجار ملی هست و کارخانه های بزرگ داره. او بچه ماما که هست، بچه ماما شهرک کلان داره، یک شهرک کلان جور کرده و امیطور گفته میره. فهمیدی؟ او اصلا این فضائل را چرا بیان میکنه؟ به خاطر که خود را و خانواده خود را نشان بده. فهمیدی؟ عزیزان گرامی، از این چیزا که کسی گاه دروغ میگه گاه راست میگه، آیا این مناسب نیست که انسان در هر مجلس پروردگار خود را با مردم شناسایی بکنه؟ بی عظیم میشه انسان این را معرفی کنه که احد، الله احد، هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. به هر اندازه به شیوه های خوب و مثال های خوب و دلائل خوب بیان میکنه، به امو اندازه به این سوره محبتش زیاد میشه، زیرا که این سوره مبارکه به یک شکل بسیار جامع، مختصر لیکن بسیار جامع این موضوع را، موضوع وحدانیت الله رب العالمین را بیان کرده. عزیزان گرامی، ما شما ای را گفتیم که با او هیچ کس همتا و همانند نیست. ای در حدیث که آمده که ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. در این تمام نام ها که در قرآن کریم آمده
و در سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده. این صفات کمال هست، صفات کمال هست و کمالی با اخیرین حد رسیده. در این صفات هیچ کس و هیچ چیز به الله رب العالمین هم مثل و هم مانند نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. پس ترجمه کنین قل هو الله احد. در چی؟ الله الصمد لم نه یلد زاده نه زاده و لم یولد زاده شده و لم یکن و نیست خود ترجمه لم شد نه باشه می باشد. له کفوا احد هیچ کس. این سوره پس به ختمه که میرین و در نمازه که میخوانین و این قاری صاحبایی که در تراویح میخوانه این سوره باید این پیام را برسانه. فهمیدین؟ و بسیار با محبت این پیام را برسانه این سوره و اختصار این سوره را دیده تلاوت نکنیم، اهمیت این سوره را دیده تلاوت کنیم. و یکی از سوره های مهم است که ما شما ایره در نماز میخوانیم. ما بعد الضالین مستقیما رفتیم به چی؟ و رکوع رفتیم، لیکن این سوره را اونجا شما اضافه کنین. علی در نماز که این سوره را میخوانیم باید این مفاهیم در ذهن ما شما باید باشه. چون که مو بخش سوره ها را ما در آخر چی کردیم. بخش دوم درس ما شما رسیده قواعد. یک بار مو تی پی آی بگوین. نه کل شما یاد دارین همی چند نفر میگوین. این معلوم نمیشه آقا صاحب. تو رسول خب انشاءالله. قالب ضربه و سمعه را ما شما انشاءالله ما شما میخوانیم. ضربه چی معنی؟ اوزد. اوزد فهمیده؟ این فقط به خاطر ای است که یک قالب هست وگرنه این افعال که هست از این ما شما جور میکنیم. ضربه یضرب ظلمه یظلمنا مثل که یضربو هست نه. کسبه قدره کذبه صبره. ما میبینید با مو پیترن هست با مو وزن. رجع شما زمین رجع ماضی بخوانین. این چیست؟ الصبر بخوانین. خو از کسبه بخوانین. این کل افعال از قرآن گرفته شده. ماضیش هم مثلا کسبه در قرآن کدام جای آمده؟ کسبه. کسبو آمده کدام جای؟ کسبو. یکسبون آمده؟ کسبتم آمده؟ کسبتم. کسبت آمده؟ فهمیده؟ این کلش باز همونجا هست. وقتی که شما قرآن میخوانی و این به یاد شما باشه بس شما دقیقا او را میفهمید که چی ترجمه هست. فهمیدی؟ کسبوم آمده، کسبتم آمده. بما کسبت کسبت اید الناس. خو غفره بخوانین. خو ماشاءالله. نکح بخوانین. چی معنی؟ ای چی معنی؟ نکحتو چی معنی؟ شما نکاح کردین.
و نکحو چی معنی؟ نه. آفرین. کسی که در جمع جوانان نکاح نکرده در حقشان دعا کنه که الله تعالی برشان آسان بگردانه انشاءالله. خو فقده گم کردن را میگوید. فهمیدین؟ فقده آفرین. خو از غلبه ای چی میآید؟ چی؟ و ای چی میآید؟ غلبو. وی آفرین. وی غلب. خودی تی طور میکنی و آغاز میکنی. خب ماشاءالله سیس انشاءالله. السبقم بخوانه. سبق امی قسم وزن سمعه که هست. ای از قرآن کریم با وزن سمعه که آمده. ما و شما که گفتیم که کثیر الاستعمال اینا هستند. سمع يسمع علم شهد يشهد. آفرین. عمل يعمل. رحم يرحمني. چون که با قالب سمع يسمع است. حفظ بعضی امام صاحبای ما یحفظو میخوانه. یحفظو هست. حفظ چون که در بقالب چی هست؟ سمعه هست. حمد یحمدو هست یا یحمدو هست؟ چرا؟ آفرین. با وزن سمعه یسمعو هست. خو خسر یخسر. خو از علمه بخوانن. علمه در قرآن علمه آمده. علمو آمده. ولقد علمو. خو شهده بخوانن. شهده شهدو. شهده. خو حمیده حمیده نه تا حمیده سر طول گوتی رسی کلی مصرف بنکن. حمیده یعنی اگر ما بگویم که ما حمد را حمد و ستایش کردیم چی میگویم؟ حمد حمد ما یعنی حمد وی حمد تو. خو از چی که هست؟ از غاضبه. تو شما با ما بگوین که اونا قار شدن. غاضبون. و تو قار ما قار شدن. غاضب تو. خو با ما بگوین حفظه. آنها حفظ کردن. حفظ حفظ تم ماشاءالله. خو حزنه بگوین که ما محزون شدیم. حزن نه. حزن نه. خو قریبه بخوانین. قریبات ماشا. ای هم امی قسم شما ده را دا افعال ازو و ده ازی. امروز کمی کاری خانگی به خاطر زیاد است که رخصت است. فردا رخصت است نه؟ پس فردا و چی 20 خومه تانن نه 10 از یک و 10 از کل از اینا چی جور میکنین؟ امی صیغه های 7 صیغه. شما ببینین دیروز ما و شما گفته بودیم ضربه چی معنی؟ اگر ما بگویم ضربه ای چی معنی؟ کی زد؟ او را از کجا فهمیدیم؟ خو اینجا از زیدن
زده شد زید را نه او زد زید را. خب اگر ما بگویم ضرب زیدون زید زد، دیروز با شما گفته بودیم که دو پیش علامه فاعل هست و دو زبر علامه مفعول هست. ماشاءالله ای باید خو ازمی ضرب از هل سمع جواب بگویم، یعنی جوابی طور می آیا هل سمعو هل سمعت ای طور جواب می آیا سمعت خوی طور می آیا هل سمعتم اشاره شما او طرف می کنید. آفرین ماشا هوشیار شدین ماشاءالله. خب اگر شما در عربی اینطور بگوین که او یک نفر او شخص قرآن شنید چه میگوین؟ سمع القرآنو. اینا کجا هوشیار شدین؟ یک ذره هوشیار نشدین. قرآن ما به شما گفتیم که پیش که هست او علامت فاعلی هست. قرآن خودش نمیشنوه، او شنید قرآن را، اونها قرآن شنیدن سمعوا القرآن، ما قرآن شنیدن سمعت ما یعنی ما همه ما سمع فعلنا سمعنا. آفرین. شما جواب بگوین هل سمع القرآن هل سمعوا القرآن هل سمعت القرآن هل سمعتم القرآن. نعم ایچی جواب است. دست کجا اشاره به چی قد. آفرین. او طرف اشاره ماشاءالله. برادران عزیز و محترم، بخش سوم درس ما نکات تربیتی هست و دایی نکته مهم ای است که یک چیزی که ما و شما به او روبرو هستیم و ای است که چیزا را یاد میگیریم و او را فراموش میکنیم. یک کسی گفت که از کسی پرسان کرد که قرآن را یاد گرفتی؟ میگه وقت را از یادم بردیم. فهمیدین؟ یک مشکل هست. فهمیدین؟ و علت او ای است که ما و شما موضوع تکرار، لیکن از او مهمتر روش تکرار را یاد بگیریم. فهمیدین؟ گاه بالای ما و شما یک چپه می آیا هر روز می خوانیم و گاه چپه می آیا یک سالم نمی خوانیم. فهمیدین؟ این مشکل است. این عدم توازن این چیز را ببار میاره. پس طریقه تکرار چی هست؟ علما میگوین، این ریسرچ بیس است این موضوع، میگوین که اگر شما 100 مفاهیم را یاد بگیرین، 100 جمله را، 100 مفاهیم را، 100 نقطه، 100 مسئله را، یک ساعت بعد 70% او را چی میکنین؟ فهمیدین؟ شما از اینجا که برآمدین بخیر، یک ساعت بعد میبینین که 70% امین جمعند. فهمیدین؟ خب اگر بعد از او شما او را یک ساعت بعد تکرار کنید، فهمیدین؟ یک ساعت بعد تکرار کنید، خانه که رفتین نان که خورد ای را تکرار کردین، باز یک روز به یاد شما میمان، یک روز به یاد میمان. لیکن بعد از گذشت یک روز 70% را فراموش میکنین. فهمیدین؟ با می طریقه اگر بعد از یک هفته شما او را تکرار کنین، باز به یاد شما میمانه تا یک ماه. لیکن اگر یک ماه بعد ای را تکرار نکنین، بازی فراموش میشه. لیکن یک ماه بعد اگر ای را تکرار کردین این مفاهیم و 6 ماه تیر شد، باز 70% از یاد شما میره.
فلهذا قاعده ای است که ما باید درس را به امی 5 استپ ها یاد بگیریم. اول درس خود را 1 ساعت بعد تکرار کنیم. هر درسی که گرفتیم عادت محصلین این است که کتاب را که زمین جا بسته کنه بس فردا میگه کتابچه ما کجاست، با مادرش جنگ میکنه. تو کجا ماندی؟ خب بگیر از اونجا. کتاب ما گم چون او را نمیخوانه. فهمیدی؟ 1 ساعت بعد درس تکرار کنیم. بعد از او 1 روز بعد تکرار کنیم. بعد از او امو درس را 1 هفته بعد تکرار کنیم. بعد از او 1 ماه بعد. بعد از او 6 ماه بعد. این باید شما میمانه. فهمیدین؟ بعد از 6 ماه اگر 1 بار شما بار او را تکرار کنید باید میمانه. فهمیدین؟ لیکن اگر مکمل به درس خدا حافظی شوه از همین جا، از همین صنف، خلاص او بس همینطور امی هوشیار می باشیم دیگه. فهمیدی؟ شما نوت بگیرین. این خوب شما چی است؟ نفلن روان میشه. اصلا خو اینجا هر چی مکلف است که او یادداشت بگیره، داشته بگیره، چی بگیره. فهمیدین؟ روز اول گفته شده بود که کتابچه را به خود داشته باشین. و او موضوع خوب بس شما گفتیم که او چی هست. برادر عزیز محترم، به ختم جلسه 11 ما و شما 3797 کلمه قرآن کریم را یاد گرفتیم. فهمیدین؟ و به شما او وقت معلوم میشه که شما قرآن کریم باز کنین، تلاوت بکنین و امو چیزایی که خواندی و به ذهن شما بیاید شما باز میفهمید. فهمید؟ به این خاطر انشاءالله این جلسات ما شما از فایده خالی نیست. انشاءالله به این فایده بزرگ مرتب میشه و او بخش دومی که باز آغاز میشه انشاءالله به او هم ذهن آماده باشین که مکمل انشاءالله این مفاهیم را یاد بگیریم. جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا شانه به ما و شما توفیق نصیب فرماید.